و نهایت گرامی، برنامه دم بدم است. مهمان برنامه ما بانو اسما است و انشالله یک 3-4 سال بعد بخیر آروسیام میکنه. کدام مریض میگه بسیار از دکتر میترسی، کدام وقت اپندکسام شده دیگه من تو قین و فانکه داره. آخر که دم عملیات برابر شد دکتر گفت عملیات خدا که من دفعه اول بس که عملیات میشم. دکترم گفته هیچ چرت خراب نکو، از مام دسلافم است که تو عملیات میکنم. خدا خیرت پیش بیاره. چه قسمی از خوشو داشته باشید آینده؟ مویایش بچگانه باشه یا یک زن خوب سنگین و سنگین باشه. سنگین باشه. شوهرم سنگین. شوهرم سنگین. دیگه حتما آدم خوب باشه. نه لوده را کی میگیره؟ لوده را خو نمیگیری. نه خالد یا نمیگه مرا نمیگیری. خب قدش برابر قدت باشه دیگه. نه بلند باشه مپخش است. چشم در جان ما ندوخته باشه. و نهایت گرامی، برنامه دم بدم است. مهمان برنامه ما بانو اسما است و انشالله یک 3-4 سال بعد بخیر آروسیام میکنه. کدام مریض میگه بسیار از دکتر میترسی، کدام وقت اپندکسام شده دیگه من تو قین و فانکه داره. آخر که دم عملیات برابر شد دکتر گفت عملیات خدا که من دفعه اول بس که عملیات میشم.